خب ایمانبек роҳи ҳал чи аст? роҳи ҳалли мушкилии Реал Мадрид дар чи аст? من بارها در همین برنامه نشرهای مختلف برنامه еврогол چند بارها راستی اربیلا را تنقید میکردم، ولیکن خیلی مخلصان ریال مادرید که البته آزرده میشوند و پاسخهای حاضر جواب دارند، وضعیت چنین است که اربیلا مدام کلی جنایت‌های به قول انسانی را در ریال مادرید به گردن میگرفت و در همه باخت خود را ایفدار میکرد، بازیگران هیچ چیز نمیگفت. وضعیتی که عین حال ریال مادرید دارد وضعیت آن وقتای پی اس جی بود که ببینید ستاره ها را جمع کرد، بازیگران به دو لاگر تقسیم شدند، لاتین آمریکایی و بین هم دیگر یک گروه داشتند، اروپایی یک گروه. بعدا لوئیس انریکه آمد همه را از یک به قول جواب داد. بعدا بازیگرای با استعداد و آرام طبیعت را سرجم آورد. در فوتبال کلکتیوی نتیجه به دست آمد. از لحاظ من دیل خو مربی که میبیاید وضعیت درست نمیشود تا هندمی که بازیگران دسته از همون بازیگران گبزن تازه کردن نشود. ببینید وضعیت چگونه است. برای کیلیان امباپه خب الونسو پیسند بود، برای یک گروه بازیگران پیسند بود، برای وینیسیوس عموما پیسند نبود. وقتی که او را جواب دادن اربیلا آمد، اربیلا برعکس برای اینا پیسند نیست. ببینید امباپه چگونه رفتار میکند. پیش از ال کلاسیکو میبیاد میگه من ساز هستم، من تمام برقرار هستم. وقتی میفهمید که در کرسی اتحادیه کارم نه من کسل است میرود. این خیلی مناسبتی که اینها میکنند نسبت یک دسته بزرگ، نسبت یک کلکتیو، نسبت پرزیدنت کلوب و نسبت تاریخ و مخلصان، این واقعا هم یک فریب کردن و یک مسخره کردن میلیون ها مخلصان در دنیا است. وقتی که ریال مادرید الکی برای آن فلاکت از دو موسم دسته شاهانه جایزه ندارد، چی بودن جایزه را نمیداند. و ببینید که تصور کنید جوزه مورینیو فاوریت اساسی برای سرمربیگی ریال مادرید. خصلت جوزه مورینیو چی است؟ در صورت باخت روی راست دیل خو بازیگر را تنقید میکند. تصور کنید که همین ستارگان را جوزه مورینیو تنقید میکند، بر قصدانه میروند در بازی دیگری با حساب 6-1 دوچاری باخت میکنند، بازی دیگری را همین خیلی قصدانه دوچاری باخت میکنند. جوزه مورینیو مذکور سبکدوش میشود، باز همون بازیگرا به قول شفی کردن میگیرند از میانه موسم بعدی. وضعیت رو من از نگاه خودم چنین تصور میکنم. از این رو بهتر است که این بازیگران گبزن را با نرخ گران فروخته میشود. اینها بزرگزار هستند، چی وینیسیوس چی امباپه. از گسیل کردن اینها دسته از لحاظ اقتصادی هم ضرر نمیبیند، از لحاظ دیگر هم. ببینید یونایتد رو خوب مثال آورد. در یونایتد این خیلی بازیگران گبزن در اون وقت مربیان پیشین هم نبودند، اونها بازیگران با استعداد و آرام طبیعت بودند. برای آنها یک نظامی درست و یک استراتژی و یک تاکتیک درست ضرور بود. ولی که در اینجا ببینید بازیگران کل چیز را میتوانند، اقتدار بزرگ انفرادی دارند، ولی امباپه و وینیسیوس وقتی دو نفر در میدانند ایش به ایش پاس نمیداد، اینش از هر لب ضربه را زدن میگه از هر کنج میدان. از این رو تصور کنید که در نبود امباپه چگونه ریال بازی میکند، چگونه نتیجه میشد. در بودن او پس معلوم میشد که این دو نفر نمیخواهند که یکی کورپا را به سوی خود میکشد، دیگری به سوی خود اون طرف باشد. رو دیگر کاریراس را تکوب میکند، کاریراس را چوامانی برای با والوردی برای چی جنگ میکنند. یکی میگه که تو سببگاری رفتن آلونسو بودی. این وضعیت‌ها تا جایی هستند که همه بازیگران رو باید در تابستان گسیل کرد، بازیگرانی که سببگار اساسی قضیه جنجالی هستند. بعداً بعد دسته شاهانه دیل خو بازیگر آرمان آرزوی بازی کردن در ریال رو دارد و آنها میتوانند بازیگرانی چنین دیل خود آرام طبیعت مثلا خود ویتینی رو آنها میتوانند در مرکز میدان دعوت کنند، حمله‌ور دیگر رو بیارند. دیل خو دفاعگران از برای ریال شده ما میدونیم که میخواهند چون اگنتی آزاد بر ریال بیایند و نمیخواهند که با تیم‌های خود شرط ما را تمدید کنند. و از این رو از نگاه من به پرگی جواب دادن یک قطار بازیگرانی که اتمسفر و فضا را ویران میکنند و بعداً دیل خو مربی میتواند کار خود را انجام دهد. و در مجموع اگر بگیریم چون به نظر میرسد که از میان اون مربیانی که حالا بکار هستند شاید نفری که بیشتر از همه مطابق باید و گویم برای هدایت تیم ارزنده هم باشد این یورگن کلوپ است، چون که هم اون اصولی رهبری او و هم چطور با فوتبال بازان زبان پیدا کرده میتواند متخصص آلمانی ما همگان خیلی خوب میدونیم. و همینجا یک چیز دیگر رو هم باید قید کنیم که سانتیاگو کانیسارس در گذشته یکی از دروازه‌بان‌های شناخته فوتبال اسپانیا هم نظر خود را وابسته به این ماجراهای اخیر بیان کرد و به اندیشه او وقتی کاپیتان دسته ریال مادرید برای اون که در هیئت او را گذارند نه فوتبال بازی جوانی 19 ساله رو که با او در تمرین ها آسیب رساند یا اینکه نمیخواهد ترنت الکساندر آرنولد در جای او بازی کند، چون این ماجراها رو به وجود میآورد. این خود از محیط ناسالم داخلی دسته ریال مادرید درک میدهد. وقتی کاپیتان دسته سرور این دسته چون این کار میکند از فوتبال بازی دیگر
чӣ гиламанд шудан мумкин ва фикр мекунам бо рафтани анамон чеҳраҳои муҳиме ки меҳварӣ буданд дар маркази майдон дар дигар мавқеъҳо Реал Мадрид ба як буҳронам рӯбарӯ шуд, яъне набудани лидери асосӣ дар даста дар чунин мавридҳо таъсири хосаи худро мерасонад.